به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان و همراهان کانال بورس دما، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی از شرکت‌های بسیار پرپتانسیل در بازار سرمایه کشورمون شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی با نماد و خوارزم هستش که ناو بسیار بسیار ارزنده و خوبی رو داره این شرکت سرمایه گذاری و از شرکت هایی هستش که در بازار سرمایه در یک سال اخیر مورد توجه قرار گرفته. امروز اومدیم جنبش قیمتی این سهم رو مورد بررسی قرار بدیم. با ما همراه باشین. بریم سراغ تابلو. طی روزهای اول و دوم و سوم آذر ماه این سهم عملا حرکت خاص رو انجام نداده. حدود 6% منفی خورده و یک 491 رو مثبت رو دریافت کرده و امروز هم روند سهم روی 895 تومن بسته شده. نشون دهنده این هستش که سهم توی یک منطقه‌ای در حال نوسان هست که البته اتمسفر کلی بازار به خصوص صفحه فروش شدن 60 فامیلی و فولاد هم روی این قضیه تاثیرگذار بوده. این سهم در واقع تحقق سود 88 تومانی رو با سود تی تی ام 125 تومن در دوره اخیر ثبت کرده. پی بی ایش بر اساس تی تی ام 7.32 هستش. پی بی ای مجمعش حدود 20.15 و سود واقعی 45 تومن هستش. سهم در 3 ماه اخیر 45% اصلاح داشته، در 6 ماه 25% و در مجموع در 9 ماه و یک سال به ترتیب 187% و 461% سود رو به سهامدارانش رسونده. امروز هم وقتی بررسی میکنیم معاملات رو، حقوقی فروشنده بوده و در مجموع بیشتر برآیند معاملاتی که حقوقی داشته منجر به فروش 1,830,000 سهم از حقوقی و افزایش 1,830,000 سهم بر تعداد سهامداران حقیقی این شرکت برآیند معاملات بوده. خب بریم سراغ عملکرد تکنیکالش. اول میریم سراغ پارابولیک سار. این گوی ها دوباره زیر قرار گرفتن گوی ها در زیر نشون دهنده این هستش که پارابولیک سار انتظار داره که در طی روزهای آینده سهم وخارز یک رالی صعودی رو شروع بکنه و حمایت پارابولیک سار رو فعلا داره این سهم. اما از نظر ایچیموکو میریم سراغ چیکو اسپن در یک محدوده زیر ابر کومو مثل اکثر سهم‌های بازار قرار گرفته. کندل های قیمتی و مقاومت خط آبی کیجونسن و تنکانسن رو پیش روش داره و بسیار همین محدوده‌ای که الان قرار گرفته، همین محدوده بسیار مهمی هستش. همونطوری که میبینید کندل های قیمتی تونستن بشکنن مقاومت کیجونسن رو که بسیار هم سرسخت بوده، بالاش در حال نوسان هستن، ولی مواجه دارن خودشون آماده میکنن برای مواجه شدن با تنکانسن که تنکانسن در حوالی 1000 تومن 1050 تومن انتظارشون رو میکشن. محدوده بالای 1000 تومن بسیار بسیار مهم هستش برای سهم وخارزم. به خاطر همین وخارزم هم داره انرژی خودش رو اینجا جمع میکنه، فنرش به قول معروف به قول تکنیکالیست ها داره فشرده میشه، سهامدارانش رو داره الک میکنه که انرژی لازم رو به دست بیاره برای حمله کردن به سمت تنکانسن، ضمن اینکه داره روی کیجونسن هم خودش رو تثبیت میکنه. این شکستن وقتی با تثبیت کردن همراه باشه، کاری که داره الان وخارزم انجام میده بسیار عالی هست. ریورس شدن ابر کومو مثل اکثر سهم‌های بازار رو میبینیم. گارد نزولی سنکو اسپن بی و سنکو اسپن ای رو شما مشاهده میکنید که نشونه خوبی نیست و نشون دهنده پوزیشن نوسانی هست در این سهم که بیشتر نوسانش هم نوسان از نوع زمانی فرسایشی هستش. لذا من انتظار دارم با توجه به سیستم معاملاتی ایچیموکو کینکاهایو سهمی مقداری روی این محدوده نوسان داشته باشه. زیر 1000 تومان، بین 870 تومان تا 1000 تومان تا انرژی لازم رو کسب بکنه برای بستن کندل های قدرتمند برای حمله به تنکانسن. و اگه تنکانسن رو بشکونه، اولین مقاومت بسیار مهمی که سر راهش هست محدوده 1170 تومان هستش که تو 1170 تا 1180 تومان وارد ابر کومو خواهد شد و از اونجا مسیرش یه مقداری نسبت به مسیر پرتنش فعلی بهتر خواهد بود. ضمن اینکه چیکو اسپن هم باید خودش رو آماده کنه برای کراسوور از هر سه مانعی که سر راهش هست، کندل های قیمتی کیجونسن و تنکانسن، و سپس حمله کنه به چهارمین مقاومت یعنی کف ابر کومو. در استوکاستیک نشون دهنده این هستش که خریداران بسیار بسیار قدرتمندی علیرغم اصلاحات و فرسایشی که سهم الان درگیرش هست پای این سهم هستن و این سهم نشون دهنده این هستش که بسیار ارزنده هستش
بنابراین دوستان توجه بکنن سهامدارای وخارزم که علیرغم محدوده نوسانی که هست، سهمشون به شدت داره توسط خریداران خریداری میشه. ببینید محدوده 75 هست و کراس اوور خط آبی از قرمز هم رخ داده. یعنی استوکاستیک داره نشون میده که هنوز خریداران زیادی با این سهم هستن. وقتی شما سهمتون رو میفروشین و سهمتون حجم بالا میخوره، نشون دهنده این هستش که یک عده انسان هایی که استراتژی دارن سهم شما رو در کمینش بودن که تو قیمت های خوب شکار کنن و الان دارن شکارشون رو انجام میدن. چون مکتی کراسوور خط آبی از قرمز اتفاق خوبیه که در یکی دو روز اخیر رخ داده. منتهای مراتب به خاطر اتمسفر بازار که گفتم تحت تاثیر سه تا سهم فامیلی فولاد و 60 امروزه مقدار بازار تو بعضی از سهم‌ها نوسان منفی رو تجربه کرده، سهم وخارزم هم هنوز مطمئن نیست برای صعودش. لذا دوستانی که این سهم رو دارن با توجه به بنیاد بسیار خوبی که این سهم داره و محدوده‌ای که الان جای فروش رو به نظر میاد که نیست الان تو این محدوده و اونو نهی کرده در واقع فرآیند فروش رو، یه مقدار سهامداری بلند مدت تر رو داشته باشن به امید اینکه شرکت هم بتونه برای مقاومت تنکانسن یه افشای الفی رو کنه تا حجم خریداران قابل توجه تری روی این سهم متمرکز بشن و سهامداران قدیمیش هم با به خاطر این سهم رو نگهداری کنن. امیدوارم که این تحلیلم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همتون رو به خداوند منان میسپارم. هر جا که هستین سالم و سلامت و پیروز باشین. خدا نگهدار.